تشکر از اینکه رادیو حریت را میشنوین. سخنران سفیر آمریکا در ازبکستان در رابطه با سپردن چرخبال‌های افغانستان به تاشکند با واکنش امارت اسلامی روبرو شده است. وزارت دفاع ملی در واکنش به سخنان اخیر سفیر آمریکا در ازبکستان گفته که هر نوع معامله در رابطه به سرنوشت چرخبال‌ها و طیاره‌های افغانستان در ازبکستان غیر قابل قبول است و آمریکا حق ندارد تا اموال مردم افغانستان را به کسی اهدا کند. در همین حال این وزارت از حکومت ازبکستان خواسته تا از هر نوع معامله در این مورد خودداری کرده و در تسلیم دهی این چرخبال‌ها به افغانستان همکاری نماید. قابل یادآوری است که جوناتن هنگ سفیر آمریکا در ازبکستان گفته چرخبال‌های قوای هوایی افغانستان که در هنگام سقوط به ازبکستان منتقل شدند با آن کشور سپرده خواهند شد. برای بحث بیشتر در همین مورد دکتر متین شاهدی آگاه امور را از طریق تلفن با خود داریم و بیشتر با اونا بحث میکنیم. شاهدی صاحب سلام به شما، خوش آمدین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما خوش آمدین. تشکر از اینکه در برنامه اشتراک کردین. شاهدی صاحب، میخوام از اینجا بپرسم که میشه در مورد گفته‌های سفیر آمریکا در ازبکستان و همچنان در مورد چگونگی فرار دادن چرخبال‌های افغانستان به ازبکستان اگر که بیشتر بگین. بسم الله الرحمن الرحیم. چرخبال‌های منتقل شده در زمان سقوط جمهوریت به تاجیکستان و ازبکستان از دیدگاه حقوق بین الملل، چه از دیدگاه دیپلماتیک، از مسائل حقوقی، روابط بین الملل، این مال افغانستان است. مال افغانستان غیر قانونی انتقال داده شده و مطابق قوانین بین الملل باید هرچه عاجل به حکومت افغانستان سپرده می شد که متاسفانه بنابر مخالفت‌های سیاسی که وجود دارد و امریکا آنها را حمایت می کند، چرخبال‌ها را تا به هنوز نگاه کردند و این غیر قانونی هست. به هیچ صورت از مال افغانستان مطابق قوانین بین الملل ازبکستان و تاجیکستان نمیتونه که از ملکیت های ما استفاده بکنند و آنها را نگهداری بکنند. بله، شاهدی صاحب، گرم شدن روابط افغانستان و ازبکستان و همزمان با اعلام آمریکا برای اهدای چرخبال‌های قوای هوایی افغانستان به ازبکستان، یا فکر نمی‌کنین که آمریکا تلاش داره به نحوی روابط میان افغانستان و ازبکستان را گلالود کنه؟ در هیچ شکی نیست. یقینا که هدف آمریکا همی هست. از اینکه مشاهده شد در روزهای اخیر که ازبکستان تقارب و نزدیکیت خود به افغانستان نشان داد و احتمال میرد که سفارتش باز شود و روابط دیپلماتیک بین دو کشور سر از نو آغاز شود. بنابراین امریکا یک بازی سیاسی را برآ انداخت که تا دوباره بین دو کشور فاصله ایجاد بکند و نه تنها فاصله که دشمنی های بسیار وخیم و عمیق در بین دو کشور همسایه ایجاد بکند. و این در تاریخ دنیا معلوم است که امریکا مانند اسرائیل یک دانه سرطانی در بین امتهای کشورهای جهان است. از شیطنت کار میگیره و در رفتار روابط بین دولیش و همچنان از بخصوص روابط سیاسیش با جهان صادق نیست و میخواهد که در جهان کشورهای مزدور، غلام، حلقه به گوش داشته باشه و یک کشوری که امروز همکاری های آزادی و در چوکات آزادی داشته باشه. این صفت‌های دیرینی امریکا است متاسفانه. بله، حالا فرض کنیم که آمریکا چنین گپی را زده، چی فکر میکنین نظر بر روابطی که ازبکستان با افغانستان داره؟ آیا ازبکستان خود پذیرفت که به سرمایه ملی افغانستان را تسلیم بگیره؟ این مربوط به تصمیم حکومت ازبکستان است که او آیا ترجیح میده که من حیث یک همسایه خوب که سرحد مشترک با افغانستان داره و مشترکات فرهنگی، مذهبی و قومی و دینی داره، این را ترجیح میده و یا اینکه تحت فشار امریکا قرار میگیرد و همین ها را نادیده گرفته و به روابطش خاتمه میده و یا حداقل را خدشه‌دار میکنه. ما تو برداشت شخصی ما از ذات حکومت ازبکستان همیشه که تا جایی را شاید به این تن بده، چرا که خب فعلا جهان به طرف یک قطب شدن است و امریکا فعلا در جهان یک تاز است متاسفانه. دیگه احتمال میره که تن بده و احتمالی هم داره که بنا بر
روابط فرهنگی، قومی، زبانی، خاکی آنها به این تن نتن و خدا بکند که اینها میره درک بکنه و تحت فشار امریکا قرار نگیرد و این روابط دیرینه مشترکی که ما داریم میره بتونه که حفظ بکنه. بله، شاهدی صاحب البته طیاره ها و چرخبال ها 3 سال پیش به سوی مقامات اداره پیشین به ازبکستان فرار داده شدند. آیا این یک نوع خیانت ملی نیست و فکر نمی کنین که مردم افغانستان البته این مقامات اداره پیشین را نخواد بخشیدن به خاطر کارشان؟ خیانت های اونها نه تنها به انتقال چند تا چرخبال است، بلکه خیانت هایش بزرگتر از است. خیانت هایی که تاریخ فراموش نخواهد کرد. اگر فرض بکنیم که هر کسی که از چوکی میمانه و حکومتش سقوط میکنه و دارایی های مردم ایرا به کشور دیگر انتقال بده و باز به او چه بکنه، خو این خوازی کرده دیگه خیانت و سرقت بزرگ دیگه نیست. و این در حقیقت در تحت قانون اختلاس قرار میگیرد. شرعاً و قانوناً باید اینها در هر شرایط زمانی که باشه، در هر وقتی که باشه، هر نظامی که حاکم باشه، اینها رو باید محاکمه عادلانه بکنن. این خیانت ملی است و خیانت ملی از دیدگاه قوانین و از دیدگاه شریعت اسلامی احیانا محکوم به اعدام است. بله، آیا در گذشته نظر به معلومات خودتان شاهدی صاحب، آیا در گذشته نیز پیش آمده که تجهیزات نظامی از یک کشور به کشور دیگری فرار داده شود و اصول بین الملل چگونه حکم میکنه در مورد دوباره برگشتاندن این چرخبال ها و طیاره ها به کشوری که صاحب طیاره ها یا تجهیزات نظامی است؟ در تاریخ ما خود چیزی را به یاد ندارم که چنین خیانت ملی صورت گرفته باشه. حکومت ها تبدیل میشه یا از طریق نظامی یا از طریق کودتا یا از طریق مظاهرات و یا از طریق مخالفت های ملی و مردمی، ولیکن به این اندازه خیانت صورت نمیگیره که به مال ملت ببرن به کشورهای دیگر انتقال بدن و این خیانت بسیار بزرگ است و این در تاریخ فکر میکنیم که نظیر ندارن. هیچ کشوری که آنون چیزی که نکرده که حکومتش به هر دلیلی که باشد سقوط بکند و باز بیت المال آنها به غارت ببرن و به کشورهای بیرونی انتقال بدن. این در تاریخ نظر نداره، تنها نظری که افغانستان دیده میشه و این هم در دوره جمهوریت متاسفانه. بله، و اصول بین الملل چی حکم میکنه به خاطر برگشتاندن طیاره ها؟ ما قبلا هم گفتیم که اصول قانون بین الملل است که مالهای دولت و دارایی‌های یک دولت که در اثنای اغتشاش و سقوط دولت‌ها به نظمی‌ها انتقال داده میشه، او دوباره بعد پس به مو کشوری که وقتی که نظام سیاسی حاکم میشه، امنیت پایدار میشه، پس سپرده شود. و شما باید داشته باشین در دوره‌های جنگ‌های داخلی افغانستان بسیاری از اموال با ارزش و بالخصوص چیزهایی که از آثار عتیقه بود در از افغانستان کشیده شده بود، سرش تجارت شده بود. در خلال 20 سال دموکراسی از جاها و مناطق مختلف جهان پس دوباره به افغانستان سپرده شد وقتی که شناسایی شد که از افغانستان است. و این قوانین بین الملل است حکم میکنه که همه دارایی‌های هر کشوری که در تحت هر شرایطی که بیرون کشیده شده یا قاچاق شده یا تجارت شده یا به شکل‌های دیگری و پس به مو کشور سپرده شود. و این قانون بین الملل روشن و واضح هست، از کسی نمیتونه که چشم پوشی بکنه. بله، شاهدی صاحب در اخیر هم اگر که جواب بتین بر اساس قوانین بین الملل یا آمریکا حق زیر داره که این طیاره ها را و چرخبال های افغانستان را به ازبکستان بسپاره و اگر که نداره چرا سازمان ملل، جامعه جهانی و سایر نهادها همواره در صورتی که زیان افغانستان در یک چیز باشه خاموش میمانند؟ طبعا جوابش معلوم است، با قضای سیاسی ارتباط نداره که امریکا حق دخالت به هیچ کشوری ندارد و حق سپردن اموال نظامی، ملکی و دولتی یک کشور نمیتونه که به دولت دیگری بسپارن. این مال خاص یک کشور است طبق قوانین بین الملل، اما متاسفانه که امریکا خود بادار جهان میدانه، یک تاز در جهان است. و یکی ما سازمان بین الملل و سازمان های حقوقی جهانی صحبت میکنیم، متاسفانه که اکثریت آنها هم فعلا تابع فشارهای امریکا قرار دارد. سازمان ملل آزادی خود نداره متاسفانه، نه تنها در قضیه افغانستان، در دهها قضیه دیگری که ما شاهد 2 ماه یا 3 ماهی که در جنگ در غزه هستیم، دهها مرتبه سازمان ملل فیصله کرده است که باید جنگ توقف بکنه، از اسرائیل
خواسته هست که جنگ توقف کنه، مردمان ملکی را دیگه به شهادت نرساند و بگذاره که برای آنها به اقل نمو امدادات انسانی برای آنها برسه که از گرسنگی نمرند. اسرائیل به او تن نداده. با هم فیصله های بین الملل امریکا متاسفانه که بیشرمانه به میلیون ها کمک نظامی در این حالت به اسرائیل میکند. بنابراین دیگه به این مدرسیم که افغانستان این توانمندی را پیدا بکنه که بدونی که امریکا چی میکنه چی نمیکند، این ظرفیت سیاسی و نظامی و قوت خود ثابت بتونه و چرخبال ها و اموال مربوط مردم افغانستان است به کشورهای بیرونی انتقال داده شده و بتونه که پس بر بگرداند. و این توانمندی را باید حکومت ما به خود پیدا بکنه، نه که ما منتظر امریکا باشیم که امریکا چی میکنه. طبعا طبیعت دنیا هست که ضعیف پایمال میشه. با هر اندازه که ما ضعف و ناتوانی داشته باشیم، از تعلیم و تحصیل پس ببانیم، از تکنولوژی پس ببانیم و نتوانیم که ما چیزی را خود ما بسازیم و ما توانمندی ساختن سیاره و موتور و چهارچرخبال و وسایل نظامی را نداشته باشیم، طبعا این قسم سرنوشت ما دیگرها بازی میکند و سرنوشت ما را به دست خود میگیرد، چرا که هر ناتوان همیشه قربانی میشه. بله، تشکر شاهدی صاحب از اینکه در برنامه اشتراک کردین. ممنون از جزئیات خیلی ارزشمندتان. بخیر باشین. آرام باشین، سلامت باشین. الله حافظ. خدا نگهدار. بله، دکتر متین شهیدی آگاه امور سیاسی بود که در مورد البته سخنان سفیر آمریکا در ازبکستان که گفته بود که چرخبال‌های فرار داده شده افغانستان به ازبکستان تسلیم داده میشه، به اونا بحث کردیم و واکنش وزارت دفاع ملی را هم با اینا